هلو تتلیتیز. آقا ارزم به حضورتون که یکی دو روز پیش یک تتلیتی یه اسکرین رکورد واسه من فرستاد دایرکتش با منیجر یاس آقای سجاد ترابی که تو این دایرکت یک تتلیتی با احترام از منیجر یاس بخواد که از یاس بپرسه اگه میشه با تتلو موزیک کار کنه. این آقا فقط یک کلمه میخه. دوباره این فرد تتلیتی میگه که این نگفتن یعنی چی؟ میدونم این دو اسطوره با مشکلاتی دارن ولی اگه همکاری کنه خیلی خفن میشه. و اما منیجر یاس در جواب گفته که تتلو اسطوره نیست، تعادل روانی نداره، تبلیغ مواد میکنه و نمیدونم دخترا رو میکشونه استانبول اذیت میکنه و فلان و بیسار. من نمیفهمم یه آدم چجوری میتونه به این حجم از بیشعوری برسه. اون هوادار با احترام راجع به آرتیست شما صحبت کرد اما شما اینجوری به آرتیست مورد علاقهش توهین کردید. آیدی پیج منیجر یاسو میذارم تو کپشن دیگه خودتون میدونید. یه صحبتم دارم با تتلیتیا. آقا ول کنید این داستان فیتو. یاسو الوبل جینگل اصلا در حد تتلو نیستن که بخوام باش فیت بدن. یا سالان 2 سال میخواد یه ترک بده، همه هواداراشو 2 سال ایسکا کرده، اصلا نیازی به فیت نیست. سلطان خودش تنهایی جر میده. این فرق دارم از زنباینای دو سوس رپی سلطان تنهایی زد ترکون. خواهشاً دیگه بحث فیتو هیچ جا به زبون نیارید. پستو بفرست واسه همه تتلیتیا تا باخبر شن از این موضوع. واسه دیدن پستای مهمتر پیج ما رو فالو کن. مرسی.